حضرت علامه حکیم الامه حضرت اشرف علی تهانوی که یکی از عالم اهل تقوا اولیا بزرگترین یکی از امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که ان شاء الله که سالهای سال می شود در سالهای اخیر کتابهاش به تاجیکستان آمده رسیده ایستاده است، مردم از او استفاده کرده ایستادند. حضرت ذکر میکرد که اشرف علی تهانوی سنت رسول اکرم به زنها زدن نیست، سنت رسول اکرم به زنها به احترامی نیست، سنت رسول اکرم به زنها لبخند است، به زنها احترام است، به زنها محبت و دوستداری هست. میگفت که یک قصه در کتاب خودش می آورد حضرت اشرف علی حکیم الامه که یکی از بزرگان زوجه داشت که هر کسی که به زیارت اون بزرگوار می آمد از درون خانه سر و صدا، آواز، جنجال، سخن قبیح می برآمد. ای شیخ، ای عالم، چی می شود که همین زن بدرفتار بدخلقت طلاقش بتی، نابودش بکنی، سرش بتی، بجای او بهترین زیباترین زن ما بیاریم به نکاح تو و تو زندگی خوب آرامی داشته باشی. هرچند که او را از هر طرف الحاح میکردن، اما او بزرگی خدا چه گفت؟ گفت که نه، گفت اگر چنده که گفت همیت سخن بد دارد، همیت قباحت دارد، همیت نقص دارد، همی خیل افعال دارد، قولهای دارد که من از اون متنفر میشم، اما یک فعل خوبی دارد، یک فعل خوبی دارد که به سبب همون فعل خوبش ایرما هرگیز سر طلاقش نمیدهم، هرگیز به احترامی به این نمیکنم. گفتن که فعل خوبش چی است؟ گفت که وفادار است. اگر ای خدیجه مادرمان صدقه روان میکرد به دوگانه هاش، حضرت عایشه مادرمان که رشک بین زنها هست به رسول اکرم نگاه میکرده، میگفت گویا که در دنیا یگان زن نباشد غیر خدیجه. میگه من همین خیلی میگفتم اما رسول الله با ما چیزی نمیگفت. باز تکرار میکردم که گویا در دنیا فقط یک خدیجه زن باشد، خلاص دیگر زنی در دنیا نباشد. اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در پیش عایشه هم که بود صفت وصف حضرت خدیجه مادرمان میکرد. در زنده تا وقتی که زنده بود قربانی میکرد، صدقه در حق حضرت خدیجه مادرمان به دوگانه های خدیجه حتی که عزوهای گوسپند روان میکرد، از محبتی که خدیجه مادرمان در دل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عشق محبتش گذاشت مانده بود.